سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من سیون هستم و خیلی خوش برگشتیم به یه ویدیو دیگه از کانال من. داخل پارت سوم از آرک هستیم دوستان. میخوایم این سری بریم سراغ بیسمون و بچه‌ها من بین فاصله دوتا گیم پلی یه سری کارا کردم. اول که این دایناسور دیودیمون رو یه رنگی زدم و یه دونه از این دایناسورها تم کردم که اگه بیان کنارش بچه تپ روش بزنید میبینید که با سر دایناسور یه علامتی میاد که به لول اپ شدن دایناسورمون کمک میکنه. حتما از اینا داشته باشید. و تو مرحله بعدی بچه ما بالاخره کرایپاد گرفتم و دیگه لازم نیست مثلا دایناسورمون دنبال خودمون بکشونیم یا با آرژنت چیزی بلندش کنیم. اینجوری خیلی راحت میکنیمشون داخل کرایپاد و بدونید که و هم کرایپاد وزنم نداره و اوکی راحت میتونیم دایناسورمون رو جابجا کنیم. حالا فعلا یه دونه دارم، بعداً کلید جمع کنیم، بیشترش هم بکنیم مثلا کرایپاد. حالا من آف کامera بودم دیگه ریکورد نکردم. کرایپاد بچه 100 تا کلید که داخل دراپا جمع کنید همونجا داخل دراپا میتونین بسازینش دوستان. من اینجا از این دایناسور گیتا و درش درست کردم که میخوام دیوارای بیس رو بکشم و اونجایی که انتخاب کردم برای بیس یه حالت توی ارتفاع‌تور داره، حالت صخره‌ایه و دیودمون رو میخوام ببرم، برای همون زیاد از این دران نمیخوایم دوستان. و خب چی داشت توش؟ اوکی این سنگا رو جابجا کنیم. بچه‌ها یه ترفندی هست، وقتی سنگین شدین اینجوری اون وسایلی که سنگیتون کرده رو بندازید. اوکی چند تا رو اینجوری بندازین و وقتی سبک شدین حرکت کنید و دوباره از جلوتر وسایلتون رو وردارید. رنگش رفت چرا؟ آجی این کردمش داخل کرایپاد رنگش رفت. آجی خب این به در نمیخوره که. خورد تو زو هم حقیقتا، ولی خب ببین نداره دیگه، چاره چی؟ رنگش رفت. و خب اون تیریکه که رنگش همینه اون چی؟ این نمیدونم. حالا بچه ها بذاریم من این سمت اون جایی که میخوام بیس بزنم این پایه ها و ستون اولیه‌اش رو بذاریم و اون مکانم بهتون نشون بدم که چجور جاییه و واقعا از اون بهترین جا بودم. به منابع بازی نزدیکم. آقا ما داریم کم کم میرسیم داخل این دریاچه بالای مپه. واقعا که هم به دریا نزدیکه، هم آب داره، دایناسورهای خوب اینجا اسپان میشن، یه نزدیک به منابع و فارمای بازیه. آقا این یه تیکهش همین یه تیکه که اینجا هستم یه تیکه خیلی صاف و یه حالت توی ارتفاعیه و مثلا دایناسور دیگه به اون نمیرسه. برام از این دایناسور گیتا کم آوردم و فکر کنم هم کم بیاد از اینجا تا اون دیواره باید بکشیم. و خب بذار برم از این پایین ترش بکشیم که این دیواره نتونن بیان. و اوکی تو بشین اینجا علیکی سرصدا نکن. و بچه ها خلاصه که دیگه از همین دایناسور گیتوی ها برای دیواراتون استفاده کنید بهتره تا از دیوار معمولی. هم راحت تره، هم دسترسی بهتری داریم. مثلا از هر جایی که دلتون خواست میتونیم بریم. و بذاریم من اول این ورودی این ورش باریک تره، اون که دیده بودم فکر کنم یه دونه براش کافی بشه. یعنی بازم که کم نیاد و حاجی یه دونه کمه براش، نمیدونم یه کنم کم میاد، قطعا کم میاریم. و اینجا دوتا بذارم بعدش باید ماندم اینجا بشمانم. اینو یه دونه حساب کرده بودم ولی خواهیم نداره، بعد برم بسازم دیگه. اما تو بچه مکانش هم میبینید دیگه، واقعا جای خیلی خوبیه، هم بالایی هم نزدیک آبه، هم واقعا خیلی جاشو من دوست دارم و امیدوارم که برسه. فکر نکنم برسه ولی عیب نداره، بعد بریم بسازیم. اوکی خدا کنه برسه این آخر. یه دونه فقط، آره یه دونه. اب نداره دراشو این همون یه دونه که اونور اضافه مونده. اینا محاسبات من دقیقه میشه. چی فکر کردی؟
و خب یه لحظه یک لگی خوردم نمیدونم چرا. و گرافیک بازی هم بچه ها کمتر کردم که روونتر بازی اجرا بشه، یعنی روون اجرا میشه، ولی خب روون که اوکی میشه ولی گوشیم داغ میکنه و فن خنک کننده هم ندارم، برای همین یه گرافیک هم پایینه و یه من رو رزولوشن آوردم پایین و حاجی من به اشتباه من پی بردم. ما از این در بزرگا هم میخوایم یعنی درش پیکاپ شه ولی خود دورش رو فکر کنم باید دمولیشش کنم، ولی چون از این در بزرگا میخوام اینجا، چون دایناسورهای بزرگتر مثل ریکس و اسپینو اینا که در آینده میخوایم تیم کنیم از این درها رد نمیشن و بعد برام میدونه از اون درها هم بگیرم دیگه. چه کنیم باید دمولیشش کنیم. ای بابا ناراحت شدم حاجی، اصلا یادم نبود از این موضوع. خب ولی فکر کنم یه دونه هم کافی نمیشه، باید 2 تا از این دابل لورا خراب کنم که بتونم یه دونه از اون در گنده ها بذارم. ولی بچه ها اینو بگین که میخوان وقتایی که مثلا دارم برای منابع بازی فارم کنم اونا ویدیوشو بگیرم یا نه، چون مثلا خودم حوصله سر بره فقط اینکه مثلا منابع رو بگیرم جمع کنم یا بسازم داخل ویدیو و بکارم یا استفادهشون کنم دیگه. بچه ها اینجا هم که میبینید اصلا اینجا نردمون یا پله میزنم برای به سمت آب یا لوله کشی و گلخونه اون پایین انجام میشه، فقط یه من ریکوردش چک کنم اوکی. و آره گلخونه اون و یه سری چیزا اون پایین انجام میشه، احتمالاً بریدینگ اونم نمیدونم شاید بالا باشه شاید پایین انجامش بدم. و خب دیگه همین منطقه هم که داریم میبینین دیگه یه دراپ هم خدا کنه توش کلید داشت. هنوز فکر کنم نیومده من وای میستم تو این بیاد ببینم توش چی. منطقه از این زاویه هم نگاه کنید، از اونجا دقیق کلا این منطقه آرت صخره‌طوره هست تا اون سنگ سفیده و منطقه واقعا بزرگ و جادار و خوبیه توی میبینید و همه چی هم هست اینجا. سمور آبی هم اسپام میشه و راحت میتونید فارم 17 پیس. خب دوستان ببینید ما داشتیم چیز میکردیم که یه آپدیت اومد، یه آپدیت خیلی مینی اومد و بیشترش هم برای بخش آنلاین بود، ولی به همین واسطه من چیزهای جدید این ایونت ها رو فهمیدم که چی به چی و چی به چی نیست. اصلا الان پلن عوض شد، الان فقط باید بریم یه دون از این بانیگاه که تو پارت قبل گرفتیم بگیریم. خب اینا چی هن؟ تو این ایونت ایدپا یه اوویرپتور رسپان شده، بانی اوویرپتور و یه بانی دودو که داخل پارت قبل ما 2 تا و دیدیم و 2 تا تخماشو برداشتیم. بچه‌ها این تخما اینا رو باید بکاریم و نباید میشکستیمشون، باید اینجوری بازشون میکنیم که الان این نداد چیزی به. خب حالا باید این بانی دودو پیدا کنیم از اینجا کنیم و بچه‌ها این بهمون ممکنه چیبی دایناسورهای چیبی رو بهمون بده که واقعا خیلی خوبه، انجام میتونه 6 تا لول اضافه تر بهمون بده. کلا یه چیز خیلی فان و باحال طوری و اوویرپتور هم بچه‌ها لسه اینا اوکی. ببین بچه‌ها اوویرپتور اینا یه اوویرپتور بانیه. خب دوستان اینو یه لحظه این به اون تخمی که این میده رو میتونیم چی شد؟ اوکی یه لحظه نه اوکی. ببینیم واسه تخمی که این به اون میده رو میتونیم به خورد دایناسورا بدیم و رنگی بشن و رنگای خفنی بهشون بخوره و اینم که رفتش. و خب بریم اصلا احتمالا تخم گذاشی همین اطراف بریم تخمشو پیدا کنم وردارم و بعدش بعد بریم دنبال بانی دودو بگردیم که بانی دودوها رو تخم بیاریمشون یا حالا همونجا یا چی و که بتونیم تخمشو بگیریم. اینم تخم چیزه اوویرپتوره که اینجاست، بله همین تخمشه. و اصلا الان میرم سمت این که یه بانی دودوی چیزی پیدا کنیم دیگه. برو بریم. حاضی دهنم اینو پیدا کردم حاضی بالاخره. وای حاضی دهنم سرویس تا پتشون کنم. از چند تا مینی بالا سرش تو گوش دارن، این خرگوش و اینا همینجوری تخم میزدن اونطور که میبینی. و با این تخم هم میتونی از اون چیبیا بگیرم، همینطوری یه سری اسکینای مخصوص اومدن که اونا رو بگیریم دیگه. حالا من اینجا واسه جمع میکنم 2-3 تاشم وا میکنم که ببینم اگه چیبی چیزام گیرم اومد ویدیوشو میگیرم بعد.
و اینم باز کنیم و پشما بالاخره حاجی یه لحظه وای فکر کنم یه دونه چیبی کم نادر گرفتیم آقا. وای حاجی آره اصلا من از این فکر نمیدونم ولی فکر کنم همین یکی فقط ازش تو کل مپ ایسلند و پشما همون نمیدونم این از این کمیابه خودش خب حالا نمیدونم فقط همین یکی تو مپ یا نه ولی بچه ببینید که چیبیا کنن هیچ جسمی ندارن هیچ لولی اچ پی هیچی ندارن و هر جا بریم باهاتون هم میان فرقی نمیکنه وسط دریا باشین رو هوا باشین هر جا برین اینا باهاتون هستن و یه سری کاربرد هم براتون دارن دیگه. حالا جلوتر یکم از اینا من جمع میکنم و یکم 2-3 تا دیگه هم سعی میکنم چیبی اوکی کنم و بقیه‌اش هم میره برای اسکین و یه سری ایموت و اینا. خاجی سارکوس چی میگه اینجا؟ یه برو جار مادر تذیت نکن ما رو برو. اوی نکن نزن بیم وای مردم وای حاجیش یه جور اینقدر اسمی موند. سارکوس چی میگفت اینجا حاجی شانس آقا. یه شیوه دیگه اینه و نمیدونم چرا به شدت لگ گرفتم و بچه چند تا چیبی دیگه هم گرفتم حالا ویدیوشو نگرفتم این بانی دودا رو با آجنتمون بلند کردم 1-2 تاشو آوردم همین محدوده خودمون و هنوز دارم تخماشون رو میگیرم و چند تاشون هم باز کردم یه دونه 2 تا چیبی دیگه هم گرفتم. حالا میخوام ببین یه پرنده خوب یا یه دونه ریکسی رپتوری چیز یه چیبیشو گیر بیارم واقعا خوب میشه و انقدر میزم تا یه چیبی خوب گیرم بیاد دیگه. که چیبی باریونیکس مثلا باید باحال باشه. این چیه؟ این چرا انقدر زشتی؟ حاجی باریونیکسش خیلی اوکی بچه ها بالاخره چیبی فاینالی پیدا کردم واقعا خفنه اینی که با همه و رنگی پنگی هم هست و واقعا چیز من یه دونه از اینا هم پترادونام تیم کردم که این رنگی هست و اینم فیمیل ولی ولش بالا نیست مثل اون که پترادونام اونم فیمیله نمیتونی اینا رو با هم برید بزنیم ولی قطعا یه دونه میل باید داره این بگیرم که با این برید بزنم که یه رنگ خفن توش بیاد و بس واقعا لگ زیاد شد نمیدونم حالا بخاطر آپدیتی که اومده یا بخاطر این چیبیاست ولی فکر نمی‌کنم گیم پلی این سری یه مقدار طولانی بشه و سریع تمومش کنم چون واقعا لگ نمیذاره بازی کنم و همین دیگه از این تخم‌ها جمع میکنم و یه جای خاصی داره اون اسکینا رو اسمش دقیقاً از اونها باید بسازیم. بسیار خب آقا این تخم اوبرافتون دادم به این پترادونمون بخوره و بچه‌ها دیگه کم کم میخوام برم بیس رو کامل کنم و وسایل جابجا کنم دایناسورا رو کم کم ببریم لول ها اینا رو هم بدم هر کی لول اپ شده که بریم سمت بیس. آقا اینو میخوام با خودم ببرمش چیز خاصی داخلش هم نیست اینو اول میبریم حالا بعد میایم بقیه رو هم میبریم. بذاریم میبینم که فقط کرایپاد من کرایپاد اینش و بسیار خب آقا این تیریکه رو میکنمش داخل کرایپاد و با خودم میبرمش و وقتی که برگشتیم یه دونه مجبوریم دایناسور کوچیکو که با پای آرجنت هم میگیرم و بزرگترها رو انگار با کرایپاد میبریم یه هرچی که میایم و داخل مسیر بچه ها رایناناتان به شدت زیاده و خطرناکه فقط این چون رنگش میترسم بره نه نمیره و که دیگه بندازیمش داخل کرایپاد و بریم وسایل رو جمع کنیم که بریم دیگه بریم. من 2 تا دیگه هم از این چیبی ها گرفتم و این یه دونش تکراری بود یه دونش همین از این چیزای جدید هستن شبیه استگان این بود خیلی خفن بود و اینو چیز کردم دیگه می‌نشیم پایینه و خب درخواست فالو اینا رو بزنیم بریم اینا رو هم بذاریم و دوباره برگردیم یه فابریکیتر ملکی رفته پاش دیگه بریم سمت بیس جدیدمون کاملش کنیم و آقا من الان در واقع فردایی و من رفتم و اومدم این آرژنت سفید شده نمیدونم
چرا این چه باگیه یا چی. ولی بچه‌ها ببینید اگه ما بیایم اینجا داخل این کوکینگ پاده، داخل این بخش بچه‌ها میبینیم که اسکینا هستن دیگه و بریم یه دونه‌شو بخریم. آقا من 100 تا از اینا جمع کردم و این اسکین اصلی این ایونت رو میخوام بخریم. 100 تا از این تخما میخواد که این 2-3 تا از این دودوها داشته باشیم کار حله و بنازم. از ببینیم که این چجوری میره. اوکی. چقدر شکم داد به اسکی. یه لحظه من ببینم آرمور این چقدره، اصلا آرمور داره. فکر کنم میشه انداختش روی چست پلیتمون. بله خب اوکی. مثلا این حالت اسکین تور داره، بدون آرمور هم میاد و میبینین دیگه یه مدتی با این حالت اسکینش میریم. حالا یکم که تکراری شد دوباره همون زرای آهنی خودمون رو تمام میکنیم و نمیدونم یه جوری یه اپوشش اوکی های از جلو خیلی شکم داره ولی خب عیبی نداره. همین نمیدونم. آقا من پاره شدم ولی بالاخره آقا تونستم آقا بیام اینجا داخل بیس جدید با این لگ و اینا. چند تا از این تخما دیگه هم جمع کردم سرایی و چند تا کلی چیبی دیگه هم گرفتم. تا چیبی ها 2-3 تا مال مپ ابریشمی هم گرفتم ولی خب چون داخل ایستان اصلا نمیذاره استفادهشون کنیم و این تایلر از همشون خوشگل‌تر بود دیگه و احتمالاً بعد تو برام تایلر باشم. اما همچون می‌بینی آقا ما دایناسورها همه رو آوردیم وسایل گذاشتم اینجا دیوارا رو کامل کردم حالا شانس ما. و اینجا این فونداسیون اول بیس رو زدم. تا پارت بعدی من سعی میکنم بیس رو قوی کنم و بسازم و مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بچه‌ها لایک به خاطر آپدیت بشه زیاده و نمیتونم ویدیو طولانی تر از این بدم و همین دیگه. مرسی و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا.